قبل از اینکه عملیه تقسیم را برای دانش آموزان تشریح نماییم، بهتر است که با تشریح نمودن مفهوم آن، تقسیم و اجزای آن را برای دانش آموزان معرفی نماییم. برای وضاحت بهتر می‌پردازم به اجرای فعالیت. مفهوم تقسیم. فعالیت. طور مثال در مرحله اول دانش آموزان را به 4 گروه تقسیم می‌کنیم. در مرحله دوم به هر گروه مقدار مشخص لوبیا توزیع می‌کنیم. گروه اول 12 لوبیا، گروه دوم 16 لوبیا، گروه سوم 15 لوبیا و گروه چهارم 10 لوبیا. در مرحله سوم از گروه ها می‌خواهیم که مقدار لوبیاهایشان را به دسته‌های مساویانه و مشخص شده جدا نمایند. گروه اول به دسته‌های دوتایی، گروه دوم به دسته‌های چهارتایی، گروه سوم به دسته‌های سه‌تایی، گروه چهارم به دسته‌های پنجتایی. اکنون از هر گروه میپرسیم که مقدار لوبیاهایشان چند دسته شدند. میبینیم که گروه اول 6 دسته دوتایی، گروه دوم 4 دسته چهارتایی، گروه سوم 5 دسته سه‌تایی و گروه چهارم 2 دسته پنجتایی. و حال برای دانش آموزان توضیح میدهیم که در واقع شما یک عملیه تقسیم را انجام داده اید، طوری که گروه اول 12 لوبیا را تقسیم بر 6 دسته نموده و سهم هر دسته دو تا لوبیا شده و در ریاضی چنین نشان داده می شود: 12 این هم علامه تقسیم بر 6 مساوی به 2، یعنی 12 تقسیم 6 دسته شده و سهم هر دسته 2 تا لوبیا. و گروه دوم 16 لوبیا را تقسیم بر 4 دسته نموده و سهم هر دسته 4 تا لوبیا شده و در ریاضی چنین نشان داده میشه: 16 تقسیم بر 4 مساوی به 4. گروه سوم 15 لوبیا را تقسیم بر 5 دسته نموده و سهم هر دسته 3 تا لوبیا شده و در ریاضی چنین نشان داده میشه: 15 تقسیم بر 5 مساوی به 3، یعنی سهم هر دسته 3 لوبیا. و گروه چهارم نیز همینطور، یعنی 10 لوبیا را تقسیم بر 2 دسته نموده و سهم هر دسته 5 لوبیا شده. و همچنان تقسیمات فوق را چنین نیز نشان داده می توانیم. مثلا گروه اول 12 لوبیا را تقسیم بر 6 دسته کردن، در هر دسته 2 لوبیا رسید، 2 6 12 را که از 12 کم کنیم 0. گروه دوم 16 لوبیا را تقسیم بر 4 دسته کردن، هر دسته 4 شده، 4 ضرب 4 16 منفی 16 0. گروه سوم 15 لوبیا را تقسیم بر 5 دسته کردن، هر دسته 3 لوبیا، 3 5 15 0. و گروه چهارم 10 لوبیا را تقسیم بر 2 دسته کردن، در هر دسته 5 لوبیا رسیده، 5 2 ده یه چیزم باقی. و حال اجزای تقسیم را معرفی میکنیم، یعنی قسمت به نام مقسوم، مقدار داده شده که باید تقسیم شود به نام مقسوم. تعداد دسته ها به نام مقسوم علیه. مقداری که به هر دسته تعلق میگیره به نام خارج قسمت یا حاصل تقسیم. خارج قسمت یا حاصل تقسیم. این هم به نام باقی مونده. و اینی هم علامه تقسیم.